بازار از کوچه و خیابونای قشنگ گذشتیم. اول پیاده روی کردیم و بعد از چند دقیقه پیاده روی رسیدیم به اول بازار. اولین جایی که رفتیم پله نوروزخان بود و من رفتم قسمت خوراکی ها و کلی خوراکی خریدم. دلم میخواست همشون رو بخرم ولی در آخر اینقدر خریدم. و بعد رفتم برای بابام قهوه بخرم. توی قهوه فروشی روی قهوه خیلی خوبی می‌اومد. این آقای واسمون قهوه رو آسیاب کرد. و بعدش من رفتم یه دونه کدوی هالووین خریدم و بعدش رفتم سراغ اسب و بازی‌ها. یه دونه لگو انتخاب کردم و بعد رفتم قسمت‌های دیگه‌ش رو نگاه کنم. و بعد جاتون خالی رفتیم غذا بخوریم. اینجا مسیر بود که میخواستیم بریم غذا بخوریم. از یه مسجد قشنگ گذشتیم و بعد رسیدیم به رستورانی که همتون میشناسید. جاتون خالی بود و سفارش دادیم. و بعد منتظر ونا بودیم که بریم. از میدون خور گذشتیم و من انقدر خسته بودم که تو ماشین خوابم برد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید.